سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد فرمایش یکی از عضو ممبرشپ ما به نام فیروزه نبیزاده است که در مورد المنت های مثل مورکی، گمک، مند و کاتکاو اینا معلومات خواستن. ما ویدیو رو میخوایم که شروع کنم با تشکری از دوست ما به نام طاهر احمدی که ممبرشپ سطح 3 خریدن و فیروزه نبیزاده که ممبرشپ سطح 2 خریدن. اینا به این شکل خواستن که همچنان مالی این کانال سپورت کنن تا که این کانال بتونه که مستحکم باشه، پایدار باشه تا ما بتونیم از یک دیگه خود چیزای نو یاد بگیریم. من میخوایم از یا بسیار زیاد تشکری کنم و امیدوار هستم که به تعدادی این دوستای ما اضافه شوه و تا که ما بتونیم یک جای این کانال با پایش استارت کنیم تا که کانال پایدار بونه و ما زیادتر بتونیم از یک دیگه خود چیزی یاد بگیریم، برای یک دیگه خود یاد بتیم و برای یک دیگه خود مفید واقع شویم. موضوع ویدیو امروز ما در مورد المنت های مثل گمک و مولکی و کانسور و مند و کاتکاو و اندولن است که اصلا اینمی کانسپت ها، اینمی المنت ها موسیقی ایندی را با وجود آوردن. یعنی این کانسپت کلش مربوط به موسیقی ایندی است و اصلا اینمی المنت ها موسیقی ایندی را از دیگه موسیقی های دیگه دنیا جدا کرده. اگر اینمی المنت ها نمی بودن اصلا موسیقی هندی با موسیقی اروپایی مثلا هیچ فرقی نداشت، اسکیلش فرقی نداره. در تمام دنیا در موسیقی اما یک اسکیل است، فرقشون فقط دینامیک المنت ها هستن و این المنت ها که هستن اینا نوت زیادتر زنده به گوش میرسانن و اگر کسی در راگ میخوانه اصلا اسنس یا امو ذات اصلیشه، امو حس اصلی راگ ها توسط مورکیا و گمکا کانسورا اصلا مشخص میشه و همچنان اینمی المنت ها هستن که استایل یک هنرمند مشخص میسازن و این کانسپت ها آهنگ مزدار میسازه، مقبول میسازه و چون که موسیقی افغانستان بدون شک جدا از موسیقی ایندی نیست، از او خاطر اکثر ما به ستایل موسیقی ایندی میخوانیم. بسیار خوب است که ما وقتی که میخوانیم همیشه ما میشنم که مورکی گمک میگن، اما ما باید هم بفهمیم که چی هستن اینا. وقتی که ما اونا رو میخوانیم ما باید معلومات هم داشته باشیم. من ایسی استودنتی که ما موسیقی ایندی یاد میگیریم، این اصطلاحات، این المنت ها، کانسپت ها بسیار مهم است که ما برش بلدیت داشته باشیم و بفهمیم. دوستای عزیز، میریم ما هر کدام از این کانسپت ها را به شکل بسیار خلاصه اول کمی تشریح میکنیم، باز از او ما میریم بروی هارمونیا در یک آهنگ بسیار زیبا عملی نشان میتیم که هر کدام از این کانسپت چی رقم ما بتونیم در عمل ایره ببینیم و بخوانیم. و ویدیوهای بعدی من خدمت شما آماده میکنیم که ما یاد بگیریم که چطور اینمی کانسپت ها را، می افکت های گلون ماش چطور یاد بگیریم که بخوانیم. ما حتما به خدمت شما ویدیو تهیه میکنیم، ولی ما بسیار خلاصه تشریح میتیم و برای آهنگ میبینیم که این کانسپت چی معنا داره، چی رقم است و چطور ادا میشه. اندولن چی است؟ اندولن کانکتور است. امی کانسپت یک نوع کانکتور است، یعنی که دو تا نوت فرق نمیکنه، نوت اول با دوم یا دوم با اول قسمی با هم دیگه تماس میگیرن که بسیار نرم بالای یکی دیگه میلخشن. مثلا سه امرای ده چطور کانکت بگیره، چطور یک جای شود، چطور خوانده شود
قسمی که سا به دا یا دا به سا، این نوتا نباید که پشت بشه، سا ری باشه. میتونه که سا باشه همراه دا، سا باشه همراه پا. دو تا نوت قسمی با یک دیگه کنکت بگیرن که بلخشن سر یک دیگه، بسیار نرم خوانده شوند و زیادتر اندولان وقتی استفاده میشه. یعنی وقتی که یک کلمه را که یک هنرمند بخواد که احساس خدا همچنان در او کلمه نشان بده برای شنونده، او باز امی بالای امی نوت، بالای امو کلمه حرکت اندولان انجام میده. یعنی به شکل اندولان، دو تا نوت به شکل اندولان او را میخوانه. دوستای عزیز، گمک چی است؟ گمک این چیز است، امی کنکت دو تا نوت، یعنی دو تا نوت قسمی خوانده میشه که اینا به شکل بسیار نرم و آهسته نه، بلکه برعکسش به شکل تیز و خشن این دو تا نوت بسیار زود برای یکی دیگه چسبانده میشن و بسیار زود خوانده میشن. و زیادتر گمک در راگ های مثل راگ مالکانس مثلا، که یک راگ خشن است، راگ مالکانس، یک دمی قسم راگ ها زیادتر گمک ها استفاده میشه اکثرا. یعنی در دیگر راگ ها میشه اما زیادتر در اینا استفاده میشه. مورکی چی است؟ مورکی به عوض دو تا نوت اگر سه تا نوت به شکل بسیار تیز خوانده شود، این به نام مورکیات میشه. و کاتکا چی است؟ کاتکا وقتی که اضافه تر از 3 نوت، 4 نوت، 5 نوت، 6 نوت، اضافه تر از 3 نوت بسیار زود خوانده شوند، در اون صورت اینا به نام کاتکا. امی حرکت، امی کانسپت یا امی المنت به نام کاتکایات میشه. مند و یا بعضی ها او را میر میگن، در بعضی قسمت های هندوستان به نام میریات میشه، در بعضی قسمت ها مند. ای چی هستن؟ اینا همچنان یک کانسپتی است که یک نوت با نوت دیگه قسم تماس میگیره که جدا جدا نمی باشه. یعنی یک نوت جداگانه نمیره که سر نوت دیگه بچسبه. این تمام نوت هایی که در بین امی دو تا نوت است، اینا رو تچ کده، یعنی سرشان میلخشه و به نوت دیگه میره، که ما باز ایده چند لحظه بعد برای هارمونی میبینیم. دوستای عزیز، کانسورت چی است؟ دوستای عزیز، وقتی که دو تا نوت یا یک نوت با نوت دیگه قسم کنکت شوه که راستن کنکت نشه. مثلا ما میخوایم از پشت سه گره بخونیم، ما راستن از سه به گه نمیریم، دور میخوریم، اول به ما یک دکه میدیم، بعد از او به گه میریم. اینمی نوت مای ما که در اینجا دکه داده شده، اینمی کانسور است. و گفتیم که کانسور در راگ ها احساس راگ مشخص میکنه و تمام مقبولی یک راگ دینامی است که در کانسورهاش از دوستای عزیز. البته کانسور همچنان برام گریس نوت یاد میشه. میریم دوستای عزیز، یعنی چند کانسپت ما یک جای بروی هارمونیه در آهنگ بسیار زیبای ظاهر هویدای مرحوم زندیات تجربه میکنیم و کار میکنیم. دیگه قسمتش که میگه ای پری چهره مژگان سیاه، هیچ وقت کن خدا را بترس. خب امی که میگه اینمی خودش یک کاتکاز دوستای عزیز که 1 سور، 2 سور، 3 سور، 4 سور، 5 سور بسیار زود میخوانم. یعنی ببینید اگر ما ایره به شکل کاتکا نخوانیم، میتونیم که نوتا را اگر پلین یا ساده هموار بخوانیم، ما قسم میخوانیم که و فرقش چقدر زیاد است دوستای عزیز. ای پری چهره مژگان سیاه، در
در اینجا ما اینی سر سه های اکتیف ما من حیث کانسور استفاده کنیم دوستای عزیز. شما ببینید یک بار که اگر ما این کانسور استفاده نکنیم چی رقم میخوانیم میرم. ای پری چرا مژگان سیاه، ولی اگر امرای کانسور بخونیم این قسم میخوانیم. ای پری چرا مژگان سیاه، چرا ما از اینجا که چرا از اینجا اول بعد از ده میریم سر یک دکه میتیم، باز دوباره میایم بالای ده. نرمال ما از ما باید از ده راستن بریم ده نی، اما ما میخوایم که یک کانسور استفاده کنیم. اول از ده میایم اینجا یک دکه میتیم، باز پس اینجا میریم و پس دوباره حرکت. شما ببینید دوستای عزیز. ای پری چرا مژگان سیاه، اشوکم کن خدا را بترس. دفعه دوم با کانسور استفاده نمیکنیم برای اینکه زیاد میشه، اما دفعه اولش مقبول است که دفعه اول کانسور اینجا استفاده میکنیم و دوباره میریم، اما دفعه دومش کانسور استفاده نمیکنیم. راستن از ده به نیم. یک بار دوستای از شما متوجه خوبتر توجه کنین لطفا. ای پری چرا مژگان سیاه، اشوکم کن خدا را بترس. دفعه اول دیم کانسور بود، دفعه دومش نه. کانسور بود که به این شکل ما ایره میتونیم استفاده کنیم. میریم آهنگمو تو پیش خوانده میریم. ای پری چرا مژگان سیاه، اشوکم کن خدا را بترس. گردش چشم مست تو باز، آتشی زد به دادم برد. میبری دلم اول از اینجا اینی مین دوستای عزیز، این یک مین است. میبری دلم. ما این نوت ها را کلش دکه میتیم، بین دو تا نوت یا دکه میتیم و اینجا مین. ما تو نمیخوانیم که بخوانیم میبری دلم، تو میخوانیم. اگر مین بخوانیم اینی رقم میکنیم. میبری دلم میروی کجا باز. یعنی از این نمیجه نوت ها رو دکه داده، ما از این نوت به این نوت میریم. و در اینجا ما دو تا الیمنت دیدیم، یکی مین دیدیم و یکی مرکی دیدیم. اینی مرکی از سه تا نوت ما بسیار به شکل تیز میخوانیم. میبری دلم مرکی باز مین. میبری دلم میروی کجا باز. اگر اینجا ما مرکی نخوانیم، اینجا پلین یا هموار بخوانیم نوتا را چه قسم میشه؟ میروی دل ما را، میبری دل ما را. اما اگر مرکی بخوانیم میبری دل ما را، میروی کجا باز. من هلاک چشمم. باز اینجا این میند و مرکیده میبینیم. من هلاک چشمم مرکی ما پاور در اینجا مرکی میریم. من هلاک چشمم. از اینجا که میریم همه نوتار دکه داده اینجا میریم. اتر نمیخوانیم که جدا جدا بخوانیم. من هلاک
هلاک چشمت. اینطور نمیخوانیم، میخوانیم که من هلاک چشمت، بیا که به تو دل قرار آرام ندارم. بیشتر اینه بیام کات، بیا که به تو دل قرار آرام ندارم. از دوستای عزیز تو نمیخوانیم که بگیم تو عجب، از بسر این نوت ها ما میلخشیم. تو عجب بلایی ریوگه اینجا دوستای عزیز اندولن است. ما کانسپت اندولن اینجا استفاده شده. ببینید دوستای عزیز که چی رقم مفایی و امی احساس خودم در اینجا میتونیم که بالای امی کلمه بلا یک احساس خود نشان بدیم. تو عجب بلایی بی‌وفایی. بالای کلمه بی‌وفا مثلا ما میتونیم که احساس خودم نشان بدیم که در اینجا اندولم استفاده میکنیم. بالای دو نوت ری و گه افکت یا امو کنسپت اندولن ما اینجا استفاده میکنیم. بی‌وفایی و در اینجا ما گمک استفاده میکنیم. بی‌وفایی. دوستای عزیز، خدا کنه که ما به شکل درستش تانسته باشیم که ایرم تشریح کنم. اگر سوال داشتین دوستای عزیز شما میتونین که در قسمت کامنت ها سوال خود مطرح کنین و دوستای عزیز کوشش کنین که لایک، سابسکرایب و شیر فراموشتان نشه و همچنان بسیار خوشحال میشیم که شما کانال همچنان مادی سپورت کنین تا که ما طولانی بتونیم در خدمت شما دوستای بسیار نازنین قرار بگیریم. دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که ما تانسته باشیم از یک دیگه خود چیزای نو یاد گرفته باشیم. تا ویدیوی دیگه شما نازنینا را همه را به خدا میسپارم. بدرود.